گروه عکاسان دوچرخه سوار ایرانی با رکاب زدن 10,000 کیلومتر وارد شهر آلماتی قزاقستان شدند. گروه عکاسان دوچرخه سوار دیماه سال 1390 سفر خودشونو به دور کشورهای آسیایی شروع کرد. از کشور هند، از شهر نیودهلی سفرمون آغاز کردیم و الان کشورهای آسیای میانه، تاجیکستان، قرقیزستان و الان در کشور قزاقستان از شهر آلماتی. عکاسان دوچرخه سوار ایرانی در 10 ماه گذشته با عبور از 9 کشور پیام لبخند ایرانی، صلح جهانی را به اطلاع مردم رساندند. ما انشالله بعد از سفر تلاش میکنیم که نمایشگاهی که از عکسایی که از سفر گرفتیم و در ایران برپا کنیم و یه سری فیلم ها گرفتیم، راشای فیلم ها که انشالله اونا هم تدوین بشه و یه مستند خوب از توش در بیاد. همچنین بعد از این سفر ما در تلاش هستیم یک کتاب رو که خاطرات سفر هست به چاپ برسونیم همراه با عکس. هند، بنگلادش، تایلند، مالزی، اندونزی، چین، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان که به تعبیری مسیر جاده ابریشم بود، عکاسان دوچرخه سوار ایرانی با نمایش عکس‌هایی تمدن و فرهنگ ایران را به نمایش گذاشتند. رساندن پیام صلح و دوستی مردم ایران برای کشورهای مسیر بود. دومین اون احیای تصویری جاده ابریشم بود با عکاسی از کشورهای مسیر و نشان دادن تأثیر فرهنگ ایرانی و اسلامی در کشورهای این جاده مهم و همینطور اهمیت ایران از قدیم تا امروز در این جاده مهم اقتصادی و فرهنگی. و سومین هدف ما هم معرفی شهر مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2017 است که توسط سران کنفرانس اسلامی به تصویب رسیده. شعار دوچرخه سواران لبخند ایرانی، صلح جهانی، پیام همیشگی ایرانیان به جهانیان است. امیرهوشنگ دانایی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، آلماتی.